صبح 13 ایون سال 2022 رزمنده 25 ساله MMA و قهرمان ویدیوی مشهور مسکو مترو لوبلینو رابوتایم سیمومین مایدیف را در زادگاه شهر کولوب در جنوب تاجیکستان با رقص و سرود پیشواز گرفتند. مایدیف را شب گذشته از روسیه به تاجیکستان دپارتاسیون کردند. دوستان سیمومین به اداره پایگاه خبری بامداد ویدیوی فرستادند که در آن لحظه به خانه‌شان رسیدن ورزشگر ثبت شده است. در نوار دیده می شود که در طول راه سیمومین تا رسیدنش در درون اولی همچون پایانداز سوزنی پرتافتند. در ویدیو همچنین دیده می شود که سیمومین مایدیف از دست بیبیش داشته تحت نوای موسیقی و رقص مردم به حولیشان می درآید و روی کتی که برای آمدن او به بالایش کرپچه‌های نو پرتافتند می شینند و یک جن‌هایش در گرد او جمع می شوند و به آغوش می گیرند. به گفته دوستانش سیمومین حالا در خانه در پهلوی نزدیکانش استراحت دارد. شام 12 ایون خبر رسید که سیمومین مایدیف را الکی شب 12 و 13 ایون توسط هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی از طریق فرودگاه دمدیدو به شهر کولوب دپارتاسیون کردند. خود ورزشگر از داخل اتوبوسی که او و یک گروه دیگر مهاجران تاجیک دپارتاسیون شده را به فرودگاه میبرد چند بار به پخش مستقیم برآمده و از مخلصانش خواست که برای او بی‌پروا باشند. سیمومین مایدیف را کارمندان پلیس در مسکو روز 26 می به دلیل ثبت نام نداشتنش بازداشت کردند. الکی یک روز بعد یعنی 27 می دادگاه منطقه لیفورت و پایتخت روسیه مایدیف را در ویران کردن قانونهای مهاجرت گناهکار دانسته 5000 روبل جریمه بست و هم حکم اخراجش را برآورد. بعد چنین حکم او را از دادگاه راست به بازداشتگاه مهاجران بردند. سیمومین مایدیف 20 سپتامبر سال 1996 در شهر کولوب به دنیا آمده. تا کنون در میدانهای کسبی MMA 3 نبرد انجام داده است. او میبایست روز 11 ایون با قاعده‌های بوکس در مسابقات به میدان میبرآمد، ولی این نبرد لغو شد چون که ورزشگر تاجیک در این روز در بازداشتگاه مهاجران منتظر دپارتاسیون بود. سیمومین مایدیف و مربیش رضوان اوشور محمدوف سال 2021 در پی در شبکه تیک تاک نشر کردن ویدیوی به نام مسکو مترو لوبلینو رابوتایم مشهور شدند. این ویدیوی کوتاه بیش از 300 میلیون تماشابین جمع آورد و در هوای آن آدمان مشهور همچنین دسته‌های فوتبال زنیت، CSKA و لوکوموتیو ویدیوهای خود را نشر کردند. شهرت ویدیوی بچه‌های تاجیک به بیرون از روسیه هم رفت و دسته شودچاری ریال و لا لیگا نیز در هوای آن ویدیوها خود را به بازار برآوردند. این نخستین موردی از روسیه اخراج ورزشگران زاده تاجیکستان نیست. ماه دکبر سال 2021 پلیس مسکو ورزشگر MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه را با بهانه ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه بازداشت کرد و با حکم دادگاه او را به تاجیکستان دپورت کردند. چهارشنبه برای رسیدن به وطن در فرودگاه دوشنبه به حبس گرفته شد. اخیراً دادگاه نهایی اسماعیل سامونی شهر دوشنبه او را به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. تفتیشات و دادگاه یک ویدیوی او را که در روزهای اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در خاروق نشر شد همچون دعوت به تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی ارزیابی کردند، ولی خود چهارشنبه این را رد میکند و میگوید که فقط طلب عدالت کرده بود.